آقای کریمی درود بر شما، خوش آمد میگم. به نظر شما همزمانی اعدام زندانیان سیاسی با حملات موشکی سپاه به دفاتر احزاب کردستان و اجلاس رؤسای جمهور سه کشور روسیه، ترکیه، ایران در تهران سازمان یافته بود؟ بسیار متشکرم. اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین تمام بینندگان عزیز تلویزیون شما. حقیقت اینه که جمهوری اسلامی در حالت بسیار بحرانی به سر میبره، به همه چیز دست میبره. همچنان که میدونید چند روز پیش در شهر جنوبی عراق بصره که خودشو به حاکم این شهر شیعیان میدونه، همه دیدیم که چطور کنسولخانه جمهوری اسلامی را مردم مبارز بصره به آتش کشیدن. اینه که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ بحران‌های سیاسی و امریکا و کشورهای دیگر اروپا دچار بحران بسیار بزرگی شده. اقتصاد ایران رو به روپاشیه. اینه که حقیقت میباید ما انتظار اینو داشته باشیم که جمهوری اسلامی شروع میکنه به مجموعه ای از کارهایی که واقعا نه سیاسی نه پیش بینی شده نه انتظار میرفت که جمهوری اسلامی در این حالتی که امروز داره بیاد به عمق خاک عراق، که عراق را از لحاظ بغداد و حکومت مرکزی به دنبال رو خود میدونه، بیاد تجاوز کنه به اعماق عراق و از راه دور شهر کوی را به موشک باران کنه. و همچنین در این روز که جمهوری اسلامی همزمان با همدیگر 3 نفر از جوانان خونگرم کردستان رو اعدام کرد، به نظر من اینو با همدیگه تصادفی نبود بلکه برنامه ریزی شده بود. میدونست که در یک روز باید اینها را انجام بده با همدیگه به اختلاف چند ساعتی. میدونیم که ساعت 7 صبح این 3 جوان رو اعدام کرد، ولی بعد از 3-4 ساعت حمله موشکی خود را به کوی شروع کرد. به نظر من این کار رو کرد که چون میدونه در سطح جهانی افکار عمومی میدیا بسیار کار شده بود برای این 3 جوان که از اعدام، به خصوص رامین حسین بدپناهی، که از اعدام بپریزن و اعدامش نکنن. او میدونست که فوکوس دنیا و میدیای جهانی روی رامینه، به همین دلیل این عملیات حزب دموکرات کرد که از وزن هر کدومشون کم بشه. ولی همچنان که میبینیم در چند روز گذشته این کار صورت نگرفت. حتی خشم و اندوه مردم و بیزاری مردم از حکومت جمهوری اسلامی ایران بیشتر و بیشتر شده. میبینیم در بیشتر شهرهای اروپا و همچنین در روشالا در کردستان ایران اعتراضات وسیعی شروع شده. مثلا امروز در لندن اعتراضات شروع شده، فردا در کشورهای دیگر. اینه که جمهوری اسلامی با این کارش واقعا به نظر من میخوای آخرش رو به تابوت قدرت خودش در تهران میزنه. به نظر من جمهوری اسلامی در این لحظات آخر که همه دیکتاتورها همین کار رو کردن، به تمام کارهای ناانسانی و کارهای وحشیانه خود دست میزنه و ما باید ملت کرد انتظار داشته باشیم، چون ما در طول 4 سال گذشته به جمهوری اسلامی هرگز و هرگز بله نگفتیم. و اینه که میتونه که تمام انتقامهای خودشو، خشم و کینه خودشو روی سر ما ملت کرد، مظلوم کرد بیاره و کارهای بزرگتری هم بکنه، کارهای بدتری هم بکنه. اینه که ما باید آمادگی داشته باشیم برای هر کاری که در انتظار هیچ انسان شرافتمندی نیست. ما باید این کارها رو همه شو ببینیم از روی برنامه ریزی، از روی اینکه واقعا جمهوری اسلامی به تنگنا رسیده و در این حالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خودش در اکنون باید پیش بینی کنیم که جمهوری اسلامی وقتی زورش به مردم بصره نمیرسه، وقتی زورش به امریکا و اروپا نمیرسه، خب ما مردم مظلوم کردستان دم دستش هستیم و هر دم میتونه که از این فاجعه ها در شهرهای کردستان و در مقابل گروه های سیاسی کرد به عمل بیاورد. بفرمایید. با وجود مطرح کردن پروژه پجاگ و کدار برای چاره‌یابی بحران‌های ایران و حل مسئله خلق کرد، این خشونت و حملات چطور ارزیابی میشه؟
این یک درس بزرگیه، اولین دفعه نیست، آخر دفعه هم نخواهد بود. ما باید بدونیم دشمنان ملت کرد، چه طرح پژا، کودار، هر چیو که شما بگید، حتی رفرم خواهان، حتی اصلاح طلبان، حتی خودشون در مورد ملت کرد هیچ چیو قبول ندارن. اینو باید بدونیم. از روز اول هیچ توهمی به جمهوری اسلامی جایز نیست. امروز هیچ توهمی جای خود رو نمیگیره. جمهوری اسلامی اگر ما بریم تهران و حتی تسلیم بشیم، اون خشم و کینه خود را به ملت کرد هرگز فراموش نمی کند و مرتب در پی آن است که به ملت کرد ضربه بزند. مسئله پژاک و کودار و دموکرات و کوبله نیست. این یک مجموعه کلی است که اون حتی یک بچه نوزادی که کرد امروز به دنیا می آید او رو به دشمن خود میدونه. آخه مگر رامین یک جوان تازه رسیده نبود؟ مگر رامین چه گناه کبیره ای کرده بود بجز عقاید خصوصی خودش، بجز اینکه خودش عقیده‌ای به یک چیزی داشت؟ مگه زانیار و لقمان چی کرده بودن که اونا را اعدام کرد؟ مگه این جوانان باید امروز برن درس بخونن، ادوکیت بشن، نمیدونم برن مدرکای بالا بگیرن در دانشگاه ها، یا باید به جوخه اعدام برن؟ اینه که من به این مطمئنم که نه تنها پروژه کودار که پروژه بسیار انسانی، بسیار امروزه جهانی است که بیایید با گفتگو کارامون رو حل کنیم، بیایید با اختلافاتمون، اصلا با اختلافی نداریم با جمهوری اسلامی، ما حقوق انسانی، قانونی، سیاسی خود را میخواهیم. مگه این گناهه؟ مگه اینه که تو باید بیای مردم کرد رو از لب تیغه بگذرونی؟ به نظر من ما دیگه باید تردید نداشته باشیم در وحشیگری جمهوری اسلامی، در اینکه اونا دشمن ملت کردن و دشمن تمام خلقای ایرانن، تمام آزادی خواهان هستن. اونا با کلمه آزادی دشمنی دارن، اونا با انسانیت و با کلمه زن دشمنی دارن. اونا نه تنها دشمن ملت کردن، دشمن تمام زنان دنیا هستن. ببینید چی بر سر زنان ایران آوردن، ببینید چی بر سر ملت های مظلوم چون سیستان و بلوچستان و عرب ها آوردن. به نظر من اینه که ما باید همه در یک چیز توافق کنیم، به خصوص امروز که دنیای غرب، دنیای جهان امروز دیگه مهلت به جمهوری اسلامی نمیده. ما نباید مهلت بهش بدیم. ما باید امروز به خیابونا بیاییم، امروز ما باید عصیان عمومی اعلام کنیم، ما امروز باید شهرهای کردستان رو خاموش کنیم، ما امروز باید ملت کرد در کردستان ایران به خصوص و همسو با خلقای دیگر ایران و زنان مبارز تهران و شهرهای دیگر به خیابانها بیاییم و بگیم به جمهوری اسلامی دیگه وقتش تو بری، به وقتش دیگه ما تو را نمیخوایم. ملت ایران از تو بیزار و متنفر است. اینه که ما امروز به مبارزه دست جمعی احتیاج داریم، اینکه واقعا بریم 10 پیشمرد 10 گریلا را بفرستیم به جنگ خوناشامان جهان، به جنگ سپاه پاسداران، بسیج‌ها، ارتش با این همه اسلحه مدرن. واقعا ما ضرر خواهیم کرد. من خون یک جوان کرد رو، چه گریلا باشه چه پیشمرد باشه، با خون صدام پاسدار و خوناشام ملایان ایران عوض نخواهم کرد. خون یک جوان رامین و زانیار و لقمان برای من بسیار بسیار ارزشمندند، چون اونا آزادی خواهند، ولی سران و درویشان جمهوری اسلامی آزادی خواه نیستند. اونا مثل موشای تاریکی فقط به تاریکی عادت دارند. ما به روشنایی و آزادی عادت داریم. اینه که ما باید این روبار سیاسی خود و مبارزاتی خودمان رو واقعا عوض کنیم. چند تا از جوانان خوب و مبارز خود را به جنگ پلیدان نفرستیم، بلکه همه با هم شونه به شونه، دست تو دست، همه با هم به مبارزه با آخوندهای تهران برخیزیم. آقای کریمی، اعدام زندانیان سیاسی بدون حضور وکلایشون صورت گرفته و پیکر اعدام شدگان رو به خانواده‌های آنان تحویل ندادند. شما فکر می‌کنید جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر و بشردوستان چه واکنشی باید به این جنایات نشون بدن؟
واقعا باید واکنش نشون بدن، چون این دور از هر حق و حقوق انسانیت، از هر حق و حقوق هر انسانی است که باید ابتدایی ترین حقوق خودش رو باید بهش بدیم که در زندان از خودش دفاع کنه. اینا رو این کار رو نکردن. اونا به هیچ کدوم از قوانین بین المللی جهان، به قوانین حقوق بشری اصلا ارزشی قائل نیستن. تو میدونی که انواع مردم مبارزین کشورهای دیگر که تابعه کشورهای دیگر رو دارن حتی به اونا هم گوش نمیکنه و در تهران اونا رو دستگیر میکنه. ما باید به جهان بگیم ما تنهاییم، شما ما رو تنها نذارید. ملت ایران امروز در مقابل دشخیمترین و ترسناکترین حکومت زمان روبروست. اونا باید به ما کمک کنن. تمام جهان باید امروز به ما کمک کنه. آقای ترامپ اگر واقعا دروغ نمیگوید امروز باید به فریاد ملت ایران برسن. جوامع اروپایی که واقعا از حقوق بشر صحبت میکنن دیگه باید به دنیا ثابت کنن که اونا دروغ نمیگوین. اونا در واقعا به دموکراسی و حقوق بشر معتقدن. ما امروز به اونا محتاجیم. ما امروز دست همکاری به روبروی اونا دراز میکنیم و اونا نباید ما را تنها بذارن در مقابل این آخوندهای بیرحم قرون وسطایی و واقعا بیشرم و واقعا جلاد. آقای کریمی تشکر میکنم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. منم از شما تشکر میکنم، به امید پیروزی. در همین